پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک پارچه گوشی در قفسه سیر توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا و هی القلب. یک تکه گوشی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه. انسان مسلمان باید مثل قطره باران باشه، همونطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای انسان ها نبود، برای مسلمان ها تنها نبود، برای همه انسان ها بود. برای انسان Likey